توی این کلیپ خیلی مهم میخوام در مورد علت تمام بیماری ها براتون صحبت کنم. خیلی خیلی کلیپ مهمیه. فقط همین الان این کلیپ مهم رو لایک کن، برای 5 نفر بفرست و همین الان کامنت بذار برای من خودم رو دوست دارم تا یک انرژی فوق العاده به من داده باشید. بچه‌ها علت تمام بیماری ها، علت کل بیماری ها همش ذهنه. یعنی شما زمانی که دچار اضطراب میشید، دچار استرس میشید، دچار حالا فشارهای عصبی مختلف میشی، اتفاقی که میافته دقیقاً روی جسم تاثیر میذاره. بچه ذهن و روان ما دقیقاً روی جسم ما تاثیر داره. هر چقدر بتونی رهاتر باشی، هر چقدر بتونی از زندگی لذت ببری، هر چقدر بتونی شوق‌گذارتر باشی، هر چقدر بتونی خودتو بیشتر دوست داشته باشی، دچار بیماری نمیشی و اتفاقات منفی برات نمیفته. چند تا بیماری رو برات میگم، علتش هم برات میگم که اصلا همینطوری تعجب کنی که وای این بیماری ها علتش اینا بود و اگه این کارا رو نمیکردم بیمار نمیشدم. ببین سرطان اومدن تحقیق کردن و دقیقاً متوجه شدن که نبخشیدن خودت و دیگران باعث سرطان میشه. یعنی یه انرژی خیلی خیلی منفی سالها و سالها در درون تو میمونه به خاطر نبخشیدن خودت، به خاطر نبخشیدن دیگران و اتفاقی که میفته تولید بیماری سرطان میکنه. پس بهترین کار برای اینکه دچار بیماری های مختلف نشی، دچار سرطان نشی، بخشیدن خودت و دیگرانه. چرا خودتو نمیبخشی؟ یه بنده خدایی بود توی دوره‌های من شرکت کرده بود، دوره‌های حضوری. بعد این من در مورد بخشیدن خود صحبت کردم و گفتم چقدر میتونه تولید بیماری کنه در ما. آگاه نبود، شروع کرد گریه کردن. گفت به خدا قسم استاد من 50 سال بود همسرمو نبخشیده بودم، اذیتم کرده بود، آزارم داده بود. بچه‌ها آدما رو به خاطر خودتون ببخشید، آدما رو برای اینکه روحتون آروم بشه ببخشید، آدم‌ها رو برای اینکه به آرامش برسید ببخشید. بچه‌ها جسم شما گناه داره، شما گناه دارید، اینقدر خودتون اذیت نکنید. ما بدترین بلاها رو سر خودمون میاریم با نبخشیدن با آدم‌ها، با اذیت کردن خودمون. 1000 تا بلا سر خودمون میاریم و این به خاطر اینکه خودمون رو دوست نداریم. عاشق خودت باش، اینقدر به خودت ظلم نکن، اینقدر خودت اذیت نکن. همین الان تصمیم بگیر آدم‌هایی که نبخشیدی رو اسمشون یادداشت کن و شروع کن این اسما رو آتیش زدن و بگو من اینا رو بخشیدم، تموم شد رفت. و واقعا از ته قلبت ببخش، دیگه بهشون فکر نکن، دیگه خودتو اذیت نکن. میدونی ما آدما یاد گرفتیم خودمون رو اذیت میکنیم. تو با نبخشیدن آدما خودتو داری اذیت میکنی، داری به خودت ضرر میرسونی، داری اتفاقات منفی رو برای خودت به وجود میاری و خودتو آماده میکنی برای مریضی، خودتو آماده میکنی برای سرطان. بچه سلول های شما تغییر شکل میده زمانی که شما یه عمری یه آدمو نبخشید. فکر کردی سرطان چجوریه؟ سلول ها میان حالت طبیعی خودشون از دست میدن، شروع میکنن تکثیر کردن، شروع میکنن تکثیر شدن و دیگه نمیشه جلوشو گرفت. پس همین الان با بخشیدن آدم ها حس خوبی به جسمت بده، به روحت بده، به روانت بده. اینقدر با نبخشیدن دیگران خودت اذیت نکن. دومین بیماری که تولید میشه تیروئیده. تیروئید بغض تو گلوه. یه سری حرفاست، یه سری به دل گرفتناست از آدم ها. بچه این خیلی مهمه، از آدم ها هیچ چیزو به دل نگیریم. از آدم ها هیچ چیزو به دل نگیر. من یه روزی اینو یاد گرفتم، من بلد نبودم این قضیه رو. دوست دارم توی این کلیپ بهتون یاد بدم بچه‌ها، اون تجربیات خودم رو بهتون یاد بدم. من یه زمانی هر جا میرفتم انگار دکمه من دست آدما بود. آدما میتونستن منو خوشحال کنن، آدما میتونستن منو ناراحت کنن، آدما میتونستن روز منو خراب کنن. یه آدمی فحش میداد، شروع میکردم خودمو داغون کردن، یا باش درگیر میشدم یا خودمو شروع میکردم خوردن. حالا نزدیکان من، اطرافیانم، هر کی میتونست راحت منو داغون کنه، اعصاب منو به هم بریزه، میتونست منو خوشحال کنه، میتونست منو ناراحت کنه. یه روزی یاد گرفت، آگاهیم رفت بالا. بچه آگاهیتون باید بره بالا، آگاهیتون باید به این درجه برسه که تمام اون بغض‌های گلوی شما یا تمام اون عصبانیت‌هایی که میریزی تو خودت، خشم‌هایی که میریزی تو خودت، تبدیل به تیروئید، تبدیل به بیماری، تبدیل به اتفاقات منفی تو زندگیت میشه. من یه روزی اینو یاد گرفتم که دکمم دست خودم باشه.
دیگه از آدما ناراحت نشدم. گفتم به خاطر خودم دیگه از آدما ناراحت نمیشم. من چون خودمو دوست دارم. بچا این نشانه دوست داشتن خودته. اگه از آدما دیگه ناراحت نشی نشانه دوست داشتن خودته. نه که تو خودت بریزی. یا ببین بعضیا میگن نه ما سکوت میکنیم هیچی نمیگیم و میریزن تو خودشون، بعدا میان پدر خودشون در میارن. نه، یاد بگیر. اگه میخوای جواب بدی خیلی با خشم جواب نده، همین حالت عادی جواب بده. اگه میخوای سکوت کنی، حضور داشته باشی، چیزی نگی، دیگه تو خودت نریز. میدونی من اون دومیه رو یاد گرفتم. طرف حرف میزنه انگار من نیستم، انگار با من نیست، انگار فکر میکنم با در و دیواره، انگار داره به دیوار فحش میده، انگار به دیوار داره میگه که تو چقدر باحالی. و به خدا قسم اتفاقی که افتاده دارم کار میکنم، تمرین میکنم، آدما با من صحبت میکنن، تعریف میکنه، فحش میده، حرف زشت میزنه، حرف خوب میزنه، نه زیاد خوشحال میشم نه زیاد ناراحت میشم. سعی میکنم ناراحت نشم اصلا. سعی میکنم حضور داشته باشم و اون آدم رو از ته قلبم دوست داشته باشم، چون میگم اون آدم رو خدا فرستاده. اون آدم فرستاده خداست، دست خداوند تو زندگی منه. اگه داره الان یه سیلی زد تو گوش من، خداوند داره میزنه تو گوش من. میدونی؟ اینجوری میشه با خدا زندگی کرد. یعنی تمام آدم ها رو دستان خدا روی زمین بدونی که اینها از طرف خدا اومدن، میخوان یه پیغامی به تو بدن، تو درسشو بردار. بد و نیک هر دو ز یزدان بود، لب مرد باید که خندان بود. هر بدی هر نیکی میاد تو زندگی تو، خداوند توسط آدمهاش میاره تا تو رو رشد بده، آگاهی تو زیاد کنه. گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. بچه این شده قانون زندگی من. یعنی صبح بلند میشم از خواب، این شعر رو با خودم میخونم، میگم گر رنج پیشت آید و گر راحت ای امیر، به جای حکیم میگم امیر. نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. هر اتفاقی داره میفته خدا داره به وجود میاره. همیشه اینو به خودم میگم و دیگه ناراحت نمیشم بابت اتفاقات زندگی، ناراحت نمیشم و دیگه به هم نمیریزم. میگم این اتفاقات همش دست خداست، خدا داره برای من درست میکنه. و یادت باشه دکمتو دست مردم نده. اگه دکمتو دست مردم دادی زندگیت خیلی سخت میشه. اگه مردم میتونن به راحتی عصبانیت کنن، اگه مردم میتونن به راحتی خوشحالت کنن، به خاطر اینکه تو خیلی آگاهیت هنوز کمه، خیلی خودتو کم دوست داری. من یه زمانی به راحتی به هم میریختم، یکی میتونست شروع میکردم فحش دادن و اذیت کردن خودمو، پام میگرفت، گردنم میگرفت، دستم داغون میشد. بیماری تولید میکنه دوست عزیز. حضور داشته باش، سکوت کن. من میگم رها کن، نگاه کن، لبخند بزن، عبور کن. تموم شد رفت. حضور داشته باش، تو خودت نریزی. انگار با دیوار داره صحبت میکنه، انگار با در داره صحبت میکنه، انگار تو حضور نداری اونجا. میدونی اینطوری فکر کن. من اینطوری فکر میکنم، میگم من نیستم، این داره با در دیوار صحبت، من اونجا حضور ندارم. به خاطر همین دکمه‌ای هم دست مردم دیگه ندادم. مردم دیگه نمیتونن منو به هم بریزن. تلاش کن، تمرین کن، میشه. این اتفاق میفته، این اتفاق میفته. منم دارم تمرین میکنم و خیلی قشنگه این که دیگه با مردم درگیر نشیم. 90% انرژیتون برای خودتون میمونه. بچه این انرژی شما رو سالم نگه میداره. اگه انرژیاتون رو با آدما بدید مریضید همیشه. اگه انرژیاتو پیش خودت نگه داری بدن سالم میمونه. میدونی انرژیاتو بدی به دیگران دیگه انرژی نمیمونه بدنتو سالم کنی. سومیش بیماری های قندی، بیماری های طرف مرض قند و اینا میگیره، همش افسوس گذشته است. دیدید آدما چقدر اسیر گذشتن، چقدر ما آدما یاد گرفتیم تو گذشته خودمون داریم زندگی میکنیم. یعنی این گذشته تمام انسانها رو کشته، تمام انسانها رو نابود کرده. خیلی از آدما قصه گذشته رو بابا گذشته تموم شده رفته، نیست دیگه. توی جهان هستی، این جهانی که توهمه، من میگم این جهانی که همش الکیه، زود گذره، تموم میشه، خیلی زود تموم میشه. طرف داره قصه گذشته رو میخوره. بابا گذشته کجا بود؟ گذشته‌ای وجود نداره. گذشته اسمش روشه، دیگه نیست، دیگه نیست.
نیست، تموم شده رفته، تو حالا بشینی قصه بخوری عوض نمیشه. هر اتفاقی افتاده فدای سرت. ببخش خودتو، رها کن این گذشته رو. خیلی عذاب وجدان گرفتن برای گذشتهشون. بابا یه اتفاقی افتاده، اصلا این اتفاقات باید میافتاده، تو با اون آگاهی این کار رو انجام دادی، فدای سرت. ببخش خودتو، توبه کن، خداوند هم تو رو میبخشه. ولی هی بشینی فکر کنی بهش، هی فکر کنی، آینده تو، لحظه حالت رو هم از دست میدی. این لحظه‌ای که داخلشی رو هم از دست میدی. چرا؟ چون همین لحظه تو داری قصه گذشته رو میخوری و همه چیز رو داری نابود میکنی. چهارمین بیماری زکام، تمام بیماری های میکروب هایی که وارد بدنت میشه. این به خاطر چیه؟ این به خاطر آشفتگی های ذهنیه. فکر زیاد داری. میدونی گوشی خیلی دستت نگیر، تولید فکر میکنه. خیلی یه جا نشین، راه برو، ورزش کن، شوک‌گذاری کن، بنویس، با خودت صحبت کن، با خودت حرف بزن. این تولید چی میکنه؟ این باعث میشه که چی شه؟ این فکرت کم شه. شروع کن با خودت فکر کن. ببین توی مرحله اول تو ذهنتی وقتی شروع میکنی فکر کردن، ولی یه ذره عمیق میشی میری توی قلبت. میدونی زمانی که شما تعقل میکنی میری تو قلبت، هی شروع میکنی با خودت صحبت کردن، عمیق شدن. تو درون خودت عمیق میشی، تنها میشی، با خودت شروع میکنی صحبت کردن، عمیق شدن، میری به درون، حضور پیدا میکنی. بعدی بیماری پنجمین، بیماری MS میگم به دلیل عصبانیت طولانی مدته. یعنی طرف خیلی خشمگین میمونه، خشمشو نمیتونه رها کنه، یه سری عقده میکنه. دیدی بعضی عقده میکنن، اون تبدیل به MS میشه، یعنی بدنش دیگه لمس میشه و این اتفاق میفته. عقده کسی رو به دل نگیر، به خدا اون شعر و قانون زندگیت کن، عالی میشه زندگیت. میگه گر رنج پیشت آید، یه بار دیگه میخونم براتون، گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کنه. زمانی که بگه همش از طرف خداست، دیگه تو راحت زندگی میکنی، دیگه آدما رو راحت میبخشی، دیگه عصبانی نمیشی، عقده نمیکنی از کسی و دیگه بیمار نمیشی. دوست داری بیمار نشی؟ آیا دوست داری بیمار نشی؟ قانون زندگی تو این شعر بذار، بگو خدا داره این اتفاقات رو به وجود میاره. اگه یه آدم میاد کلاه منو برمیداره، اگه یه آدم میاد بر من ستم میکنه، اگه یه آدم میاد به من خوبی میکنه، اگه یه آدم میاد هوای منو داره، اگه یه آدم میاد منو زمین میزنه، همه اینها رو خداوند فرستاده به تو یه درس بده، به تو درس بده. گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. خداوند داره این کارها رو انجام میده. تو از انسان ها نبین این جفای خلق، با این جفای خلق که با تو انجام میدن، همش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تو برگردی به درون خودت. اینا رو دور گرون بدون و اینا همش به خاطر اینه که این همه ضربه‌ای که تو میخوری همش به خاطر اینکه تو برگردی به درون. حالا شعرشو دقیق یادم نیست و اگه یادم اومد دوباره براتون میخونم این شعرشو، خیلی شعر قشنگه. میگه جفا میکنن این آدم ها، جفا میکنن تو برگردی به درونت، برگردی به خداوند، برگردی به مسیر درسته. این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی باشدت گنج روان. بله یادم اومد. این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی باشدت گنج روان. خلق را با تو چنین بدخو کند، تا تو را ناچار رو آن سو کند. تا تو را ناچار رو آن سو کند. برگردی به درون خودت. این جفای خلق با تو در جهان، تمام بدی هایی که آدم ها بهت میکنن، دوست دارم خدا دوست داره برگردی در درونت. گر رنج پیشت، من قانون زندگی میشره، گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم، نسبت نکن به غیر که اینها خدا کند. کار خداست. هر آدمی رو خدا داره میفرسته. زندگیت خیلی ساده میشه دیگه. تو دیگه با خدا داری زندگی میکنی، تو دیگه با خدا معامله میکنی، زمانی که این بشه قانون زندگیت.
فشار خون. فشار خون بچه ها به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که به خاطر مشکلات عاطفیه. نوشتم اینجا براتون فشار خون به دلیل مشکلات عاطفیه. چون تو خودتو دوست نداری بچه ها، تمام انتظاراتی که تو روابط دارید مشکل ایجاد میکنه برای شما. یا آدما تو روابطشون خیلی انتظار دارن. انتظار داره بهش پول بده، انتظار داره طلا بخره، انتظار داره گل بخره، انتظار داره پیام بده بهش، انتظار نداشته باشه از هیچ آدمی. خودتو اذیت نکنه، نمیگم درخواست نده، بگو بهش مثلا گل بخره، طلا، اینا رو بگو، ولی زمانی که خودتو اذیت کنی، انتظار داشته باشی، به هم بریزی، تولید بیماری میکنه. فشار خون میگیری. تو انتظار داری. زمانی که از آدما انتظار داشته باشی فشار خون میگیری. بیمار میشی. انتظار داشتن از آدما تولید بیماری میکنه. حست بد باشه تولید بیماری میشه. انتظار حالت بده دیگه. قر میزنی، شروع میکنی انتظار داری، قر میزنی دیگه. ای بابا این چه آدمیه، طلا نمیخره، این کارو نمیکرده، مسافرت نمیبره، فلان نمیکنه. تو داری انتظار داری و حالت بد خواهد بود. انتظار تو از آدمها صفر کن. درخواست بده به آدم، انجام داد نداد، خودت انجام بده برای خودت. خودت برو برای خودت گل بخر، خودت برو برای خودت طلا بخر. چرا انقدر وابسته، انقدر ضعیفی، انقدر بدبختی یه آدمی بره برات بخره؟ خودت بخر برای خودت. به خدا قسم بچه‌ها، این کلیپی که دارم براتون میدم گنجه. برای عزیزانتون بفرستید، برای 5 نفر بفرستید، بذارید اونها هم آگاه شن. انقدر با بدبختی زندگی نکنیم. زندگیمون شده یا قر، یا غیبت، یا قضاوت، یا مقایسه کردن، یا همش تو این کاراییم و زندگی بد میشه. زندگی اصلا طعم زندگی رو از دست میدیم. فقط داریم زندگیمون به این چرت و پرتا میگذره. این 5 تا 6 تا کارو بذار کنار، ببین زندگی شاهکار میشه. مریض هم دیگه نمیشی. قرض زدن تو رو مریض میکنه، انتظار داشتن فشار خون میگیری. علمیه همه اینا، ثابت شده. 99% بیماری ها روانیه، فکری، اضطراب، استرسه. اضطراب و استرس سیستم دفاعی بدن تو رو نابود میکنه، از کار میندازه. گلبولای سفید تو سربازهای تو هم از بین برن، فاتحه بدنت خونده است. فاتحه تو خونده است. سردرد، بیماری بعدی سردرد که خیلی همون میگیریم. انتقاد از دیگران و خود. از خودت و دیگران هی داری انتقاد میکنی. غیبت. انتقاد یعنی غیبت دیگه. غیبت میکنی، این آدم چقدر عوضیه، چقدر فلانه، چقدر فلان شده. غیبت رو بذار کنار. بچه یه روزی غیبت، دروغ گفتن، قضاوت، سرزنش کردن، همه اینا رو گذاشتم کنار. انتظار از دیگران، این که مردم بتونن منو به هم بریزن، همه اینا رو گذاشتم که تمرین دارم میکنم. نمیگم 100% قوی شدم، نه، ولی دارم تمرین میکنم اینا رو. و زندگیم چقدر قشنگ شده. انرژی هام دیگه برای خودمه. دیگه به آدما الکی نمیدم مثلا یه آدمی ناراحت باشم. زمانی که یه آدمی ناراحتی، انرژی تو داری میدی به اون آدم، داری توجه میکنی. توجه تو خداست، خالق توه، میتونه زندگی تو خلق کنه. توجه تو کجا داری میدی؟ توجه تو به درونت داری میدی یا به آدما؟ داری انتقاد میکنی ازشون، قر میزنی، غیبت میکنی، یا حواست به بدنته؟ تا بدنت وایسادی، حضور داری تو بدنت، داری لذت میبری با این بدن، شکر میکنی، میگه خدای شکرت این بدن رو به من دادی. چه شو دادی؟ این سر رو دادی، این گوش رو دادی، این دستا رو دادی. معجزه‌ن اینا. حالا حیف نی ما بریم مثلا قر بزنیم، انتقاد کنیم از آدم، فلانی رو خیلی آدم بدیه، ول کن، تو چیکار داری؟ به تو چه؟ فضولی نکنی تو زندگی مردم. سرت تو زندگی مردم نباشه، سرکشی نکن. بعدی، بیماری بعدی درد مفاصل به خاطر نیاز عاطفیه. بچه‌ها خودتون رو بغل کنید. بارها گفتم، به خدا قسم ما آدما منتظریم یکی بیاد ما رو بغل کنه. خودمون رو تنها گذاشتیم، خودمون رو یتیم کردیم. خودت همین الان بغل کن. من روزی نیم ساعت، 1 ساعت میرم جلو آینه، عاشق خودم میشم، بغل خودم میکنم، خودم این کارا رو میکنم برای خودم، ناز میکنم خودم و عشق میدم به خودم.
چرا منتظر آدما باشیم؟ خیلی از آدما منتظرن اصغر و اکبر و نقی و کبرا و صغرا و فلانی بیاد بوسشون کنه. خب خودتو بوس کن دیگه. چه فرقی میکنه؟ یکی تو درون تو هست میفهمه. وقتی محبت بهش میکنی میفهم، به خدا قسم میفهمه. خدا قسم میفهمه. شروع کنید به خودتون محبت کردن، نطقتون واز میشه. یکی تو درونتون شروع میکنه صحبت کردن. رنگ چشاتون، برق چشاتون فرق میکنه. زمانی که شروع میکنی خودتو دوست داشتن، چشات شروع میکنه برق زدن. انگار یکی تو درونتون، اون روحتون، اون کودک درونتون زنده میشه. امتحان کنید، ادامه بدید، ببینید چه اتفاقاتی میفته. خیلی خیلی دوستتون دارم. درود بر شما. پس قصه نخور و دنبال غیبت و قضاوت و غر زدن و سرزنش کردن و این کارا رو کامل بذار کنار. انتقاد کردن و مقایسه کردن و یا دیگران بتونن به همت بریزن و اینا رو همه رو بذار کنار و بعد زندگی تو ببین. زندگی میکنی، بعد قشنگ زندگی رو لمس میکنی، حضور پیدا میکنی و توی لحظه زندگی میکنی. میدونی؟ در لحظه حالت خوب میشه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.